حرف اول آمریکایی‌ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. Eli Khamenei ragihand ku peshnumeya navoki Amerikaye jisedise digi emdikarinye ku bigotinavi sernivisa serfebuna netewiya velate. Evi roja charshemichare mei di salvegera mirina sumenide bitundi helvesta Washingtone libara bername atomiya Irane rexne kir ugot persivame lehember bebextia Amerikaye eşkereye. Ev nikarindi ve mejarede tişteki şelet bikin. Helbet ev gotin tene jene jibo aram kirina besijene. Li pisht perde ji tirsa hemu peshniaren Amerika'ya kebul dikin. Ev tene li çaresere ki digerin da ku idea bikin ku ev teslim nebune u muzakere veki ku dihat khwestin bidawi bun. Daxuyanien saminei nishan dide ku rejim hina ji mijara nukleeri veke amureke danustandine u navgina rubrubuna velaten rojavai dibine. Giringia li ser berdevamiya devlement kirine nej ber hevcedariya neteveiye. Lejibo domandina hez u domandina siyaseta tengezariye. Evre netene perskireken navsve çareser nake, di hemandeme de velat dinav kheleka dorpe çuçu tecride de jidihele. Daxuyaniya rebere komara İslamiya İran'e didemekediye kuji destbeka isalve hetaniha penç gerendanustandinin Tehran u Washington'e liser dosya navoki beyiti peşketineke berçav pekhatine. حرف اول آمریکایی‌ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در دهها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند، الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم. اینا تو همین چند سال تربیت شدن. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم. آمریکایی‌ها اینو میخوان، اینو میگن، اینو مطالبه میکنن از ما. سردمداران، گوش کنید، سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. اونا با پیشرفت مخالفن، با پیشرفت ایران مخالفن، با استغنای ملت ایران مخالفن. من اینا رو گفتم برای اینکه ملت عزیزمون تا حدودی در جریان مسئله قرار بگیرن. البته بیشتر باید توضیح بدن. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیچ و مهره‌های صنعتی هسته‌ای ما بسیار محکم‌تر هم شده. او البته
اقرار کرد که نمیتوانه پیشماره ها رو باز کنه. گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.